به چند تا فعالیت ساده برای کلاست نیاز داری که هیچ آماده سازی نخوان. این ویدیو دقیقاً برای خودته. این سه تا فعالیت هم سادن، هم بامزدن و هر جایی میتونی اجراشون کنی. فقط به یه تخته، گچ، کاغذ و شاگردات نیاز داری. بریم سراغش. این بازی همیشه کلاست رو از خنده میترکونه. کاری که باید بکنی اینه: به هر دانش آموز 2 تا تیکه کاغذ کوچیک بده. روی یک کدوم از اون کاغذها یه سوال بنویسن که با why شروع بشه. مثلا Why do children go to school؟ روی اون یکی کاغذ یه جواب بنویسن که با because شروع بشه. Because today is a beautiful day. وقتی همه تموم کردن، سوالها رو توی یه ظرف یا سبد بریز و جوابها رو هم توی یه ظرف دیگه. خوب قاطیشون کن. بعد یه سری از بچه‌ها سوالات رو تصادفی برمی‌دارن و یه سری دیگه هم جوابها رو و اونا رو میخونن. اصلاً قرار نیست معنی داشته باشن و همین جذابش میکنه. شاگردات از خنده منفجر میشن. مثلا Why does the cat wear sunglasses? Because everyone loves spaghetti. این بازی برای تمرین ساخت سوال عالیه، حتی وقتی جوابها کاملا اشتباه و خنده دارن. قبل اینکه فعالیت دوم رو بگم، اگه ویدیوم رو دوست داشتی لطفاً لایک کن و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانالم رو سابسکرایب کن. این یکی برای تمرین تلفظ، ریتم خوبه و یکم رقابتیه. یه تانگ تویستر مثل I scream, you scream, we all scream for ice cream. با صدای بلند بخون و از بچه‌ها بپرس حدس بزنن چند تا کلمه داشت. یا یکی رو روی تخته بنویس و بذار تیم‌ها مسابقه بدن که کی درست و سریع میخونه. حتی میتونی چالش بذاری 3 بار پشت سر هم بدون اشتباه بگن. این فعالیت برای مرور لغات عالیه. میتونی آسونش کنی یا سختش کنی. روش کارش اینه: میخوای فردی بازی کنن یا تیمی؟ اگه تیمی بازی میکنی از هر گروه 1-2 نفر رو بیار پای تخته، 5 تا 10 کلمه روی تخته بنویس. بچه‌ها باید یه مترادف یا متضاد برای هر کلمه بنویسن. آخر بازی امتیاز بده. هر مترادف یا متضاد درست 2 امتیاز، اگه درست باشه ولی املای غلط داشته باشن 1 امتیاز. هر کی یا هر تیمی امتیاز بیشتری بگیره برنده است. این فعالیت سریع و ساده است و خیلی ذهن بچه‌ها رو فعال میکنه. هم رقابتی میشه، هم باعث میشه لغات بهتر تو ذهنشون بمونه. حالا تو بهم بگو کدومش رو میخوای اول امتحان کنی؟